چند همین جدا شده اویلا چند چه پیشگیری کردگین شما در یک جایی برای سوی جماعت شهرک دهات کمیته های محله پیشگیری کردن از جدا شوی جدا شوی را ما همه بخوری ها رو در همین سمجانو کردگیم در ثبت اسناد حالت شهروندی به کمیته زنان به کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی همه وقتا در همه سوها در مثلا نمی اینترنت شما در سایت ها میبینید که همه ثبت اسناد حالت شهروندی بسیارتر بخوری ها رو در فیسبوک میپرتویان در وایو شبکه‌های چی میپرتویان که ببینید که ما بخوری کردیم نه که چی سبب باشد که بکرشوی عقد ما فکر میکنم که حلنامه سودای سالهای پیش در دست شهروندان هم خیلی موندگیان سالهای پیش 18 17 19 وقتی که علاقه وایو با شهروندی خارجی و روسیه را شهروندی روسیه را با خودشون چی کردند میبینن که حلنامه سوداشون از مولد گذشتگی بعد در ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعه میکنن که پیشگیری کردیم ولی ما اگه حالت جدا شوی را مشخص میتونیم گفت چند تا جو کدام شهر نویو میبخشه در حالت در نوعی بخش گفتنی هستم ما برای که فعالیت ما در بخش بود ما کردگیم چند خونه رو برقرار کردیم مثلا جدا شوی اویلا چند تا بود گفتین چند کودک زنده یتیم تربیه کی پدر مادر بکرشوی عقد نیکو در ولایت ختلان 1891 عدد بوده نسبت سالی گذشته 381 عدد زیاد می باشد با قرار سود 1591 عدد با روزگی 298 عدد با روزگی یکی از همسران که وفات میکنند بعد وفات علاقه وقت میخوان که با یک کسی دیگه خانه‌دار شوند 14 عدد می باشد شماره کودکانی که در یتیم نیمه یتیم بیاموندن 2212 عدد در تربیه مادر 2150 عدد در تربیه مادر می باشد تربیه پدر چی؟ 64